سلام علیکم بچه‌ها. این درسی ششمین است آیدی برنامه بیسیک. در این درس ما با شما اپراتورهای گرافیک رو میگذاریم. من فکرم که اپراتورهای ما کار کردیم متن خودتون الکی فهمیده. اکنون که باشد ما میگذاریم با گرافیک. اپراتورهای گرافیکی چقدر است و چقدر ما اونها رو کارکرد کردن میتونیم. در این درس ما با شما فقط دو اپراتور گرافیک را میگذاریم و با اینها باز شما میتونید خیلی کار خود رو انجام دهید. اولین این ساختن شکلی چهارکنجه رو ما دیده میبریم که چقدر میشود و میگذاریم به سرشوی از اپراتور اسکرین استفاده میبریم. خب دل خواهی که در بیسیک میخواهید از تصویرهای استفاده برید، یعنی دیاگرامش رو تصویر کنید، شما میتونید مجبورید که از اپراتور اسکرین در همه حالت‌ها استفاده برید. برای که اسکرین رزمیر اکرانی ما رو در نقشه میگیرد، از 1 تا 13 و ممکن است 13 هم زیاده باشد استفاده میبرم. ما خود حاضر از 12 استفاده میبریم. می نویسیم اسکرین 12 و خط پایانی میریم. در اینجا از اپراتور لاین استفاده میبریم. خب لاین به معنای خط کشی که ما با شما رو شناس کنیم. ترجمه نوشته اون چقدر است چقدر که میبینید. خب در اینجا اپراتورهای بلوگی بود، یعنی لفت رایت رو نویسوندن و اپراتورهای گرافیکی. خب لاین یعنی خطی راست. لاین x1 y و x1 y. در اینجا برای فهموشیدن با شما نویسوندن موندیم، یعنی ما نویسیم لاین در داخل قوس x ورگل y خطا میپوشیم نقطه اولای ما، خطی راست ما نقطه اولش و تیره x y خطی آخری خطی راستی ما که کجا میروم. برمیگردیم با برنامه. خب اینجا کار میکنیم. می نویسیم لاین قوس همون رو میکشیم، دو تا قوس. خب در داخل قوس یکم ما می نویسیم برای x یک همون. خب چقدر بیم در اینجا من میگیرم مثال 100 ورگل x یکی ما 100 است و y ما باشد میگیریم بیاید این اشرف هم 100 میگیریم. در اینجا تیره میمونیم میگردیم به x دیگه. این اشرف من میگیرم 200 و باز یک 200 دیگه. این باید با من یک خطی راست باشد یا اینکه خطی کج. واضح معلوم بشود چی است. معلوم شد این خط کج من تصویر معلومم یک خط است. بله این درست است. برای سکنجه تصویر کردن ساز می شد. اگر ما یکی از همین ها رو یکی از 200 ها رو زیر مستد کنیم این خطی راست می شد، یا با بالا یا با طرفی راست یا با برگفتی و گفت. این تکتیچی ارزان خطوکی بله خلق میمید خطی راست با پایان شد. اکنون ما با یاردمی همین ها چهارکنجه تصویر میکنیم. چقدر چهارکنجه را ما تصویر میکنیم. 4 تا لاین میگیریم. لاینی دویمین ما این میشود. چقدر که میبینید در اینجا 200 بود، این رو ما فلش میکنیم، یعنی 100 ورگل 100. در اینجا تیره میمونیم، در اینجا باشد 200 میمونیم. خب ورگل با 100 الکی خطی دویمی ما میشودیم. در اینجا ما اگر برنامه رو با کار در بیاریم میبینیم که
حرفی گیم و یا اینکه ال انگلیسی ما یکش تیار شد. دویم طرفی چارکنجایی ما حرفی گ پیدا شد. اکنون ما میگذاریم به کدیرانی خط سیوم. باز منویسیم لاین، رنگ پیش طرف خاص را انتخاب میکنیم، میگذاریم صد ویرگول صد بینش میگذاریم. خب صد باشد، دو تا صدی داریم با فکرم اینجا لکه صد نیست، 200 میگذارد. خب بله 200 میشود، ویرگول باز 200. اکنون کدی نوشتگی همون رو از نظر میگذاریم که چی گپ شد. حالا یکی از حرفای ما پیدا شد، حرفی پ قریب به انجام رسید. اکنون میگذاریم با کدی لاینی 4. لاین می نویسانیم. خب 200 ویرگول 100. خب تیره باز می نویسانیم 200 ویرگول 200. با همین کار علاقه ما باید چارکنجه را ترتیب داده باشیم. باید چارکنجه ما با آخر رسیده باشد. بله چارکنجه ما با آخر رسید. من اکنون در اینجا من یک چیز رو گفتم میگذارم با خاطر بیسیک چخل یعنی خریطه را معین میکنه ترجیح رسم کشه. من همین قسمی بالا را دیده ایستاده باشد، جایی که حاضر مشاک دارن همینجا فعالیت دارد. از همینجا با این طرف اگر آیم با این طرف این کوردیناتی تری ایکس می شود. با طرف پایان آیم این کوردیناتی تری ایگریک می شود که نقطه نول آن را از همونجا حساب میکند. یعنی 100 رو با این طرز آورد و 100 دیگر از ایگریک آورد، یعنی اینجا نقطه نول سرشوی خط ما شده ایسو رفت. و این را ما با لاین را فهمیدیم. آن اکنون میگذاریم با یکی از قسمت های دیگر که نام دارد. خب اپراتوری کارکله، یعنی بسیاری ها سیرکله میگوین، من باشد کارکله میگویم. اپراتوری دایره تصویر کنی. کارکله x y و r رادیوس میشود. تری کوردیناتی x y این نقطه مرکزی دوره میشود و r باشد رادیوسی اون. و برنامه برمیگردیم. خب بیاید در باری چارکنجه یک هم دایره دیگر تصویر کردنی باشیم تصویر کنیم. در اینجا می نویسیم کارکله. خب مرکز دایره رو انتخاب میکنیم. در اینجا 200 ما داشتیم، 200 از دایره جداش کنیم. 400 با x ما 400 میشد، اینش میشود از 300 گیریم. از اونها دورتر یک ویرگول دیگر رادیوسیون رو 50 میگیریم و برنامه رو با کار در آورده میبینیم. پیش از با کار در آوردن در اینجا درست همه این درست در نکنیم میسنجیم. این چارکنجه موقع هم نتشید همون قطعی یا جایی نشوه دایرمون کارمون حاله. حاضر میبینیم که کجا پیدا میشود. اوهو دایره ما کمتر پایینتر گرفت بر رفته. این هیچی گرد نمیتونیم اون رو با بالا آورده با شما پیشکش کنیم. حاضر من کاری کنم که دایره من بالاتر رود برای چارکنجه. اینجا را اگر 400 نه اینش رو هم 150 200 ایش رو میگیریم 150 یا اینکه 200 و بینوی حاضرش را 200 میگیریم.
یعنی 400 از x اینجا هم 200 میگیریم. چون داشتید 200 اینش 300 درست در میشود. در نقطه 300 جاش بکنیم در میشود. خرید آمد. خب بچه ها چه که میبینیم برنامه ما کار کرده است. شما هم میتونیم با چنین ترس و چارکنجا خانه و قبابای برفی دیگر چیز سازید. و این درسی ششم آیدی برنامه خوبیسی تا درس های آینده سربلند و خانه آباد باشید.